این هفته خبر تو خبر داره براتون. از زدن سرنگ‌های زهر بعدی به جسم رو به اغمای عظما توسط ممجواد ضخیم و شرکا با باز کردن سفارت انگلیس و عادی‌سازی روابط با همه به جز کشورهای استثنا. ما قرارمون این بود که در واقع روابطمون با دنیا به استثنای اون استثنایی که وجود داره عادی سازی بشه. ظریف که با بازگشایی سفارت انگلیس به همه اونهایی که 4 سال پیش از دیوار همین سفارت بالا رفته بودن دهن کجی کرده بود، با اسم نبردن از کشورهای استثنا خودش رو انداخت وسط تنور دلواپسای مجلس. اما این روزها اتفاق دیگری هم روی داد و آن بازگشایی لانه روباه پیر سفارت انگلیس بود. از سوی دیگر جناب آقای ظریف در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه مراسم قضایی جرأت نکرد واژه رژیم صهیونیستی نگونبخت را بر زبان آورد. با لحنی دیپلماتیک و البته غیر انقلابی فرمود ما با همه کشورها به استثناء یک استثناء می توانیم رابطه داشته باشیم. متاسفانه بعضی از مقامات محترم ما که البته متدینند و خائن نیستند در پی عادی سازی رابطه با آمریکا و انگلیس جنایتکارند. بعضی از دلواپسا هم از این جلوتر رفتن و آخر و عاقبت این زهرخوری رو اینطوری پیش بینی کردن. این روزا بعضی از مرگ بر آمریکا و انگلیس ناراحت می شوند. ملت ایران بداند شاید در آینده همین ها بگویند مرگ بر منافقین و قاتلین شهید رجایی و باهنرم نگویید. خلاصه بازم ظریف اومد کیک بازگشایی سفارت رو حلوا کنه، ولی این یارو تبلیغاتچی حوزه ولایته که اومده تا با وعده در مخفی به بهشت بسیجی‌ها رو سمت بازار کساد آخوندا تو قم بکشونه. بهشت 8 تا در داره، 3 در از 8 در بهشت به قم باز میشه. یعنی شما ببینید این درصدش خیلی بالاست. البته 3 در از 8 در. البته درهای بهشت چند هزار کیلومتر ها، نه 1 در نه 2 در، 3 در، یعنی راه ورود به بهشت از قم خیلی آسان و راحته. این حاجی شیکنبه هم ظاهراً با همین وعده تو حوزه اومده، ولی هر دری رو که باز کرده از جهنم سر در آورده و حالا داره از تجاربش برای بسیجی‌ها میگه. هیچکی در جهنم حاضر نی از اون آب بخوره، آبی که از لجن بدبوتره، آبی که گندیده است. کسی حاضر نی بخوره. میگه تو جهنم دهنشون رو وا میکنن میریزن تو دهنشون، نمیتونن نخورن. یه گیاهی در جهنم هم زهر داره هم خشکه. اینا تا خداست باید از این علف زهرناک خشک بخورن که نه چاقشون میکنه نه سیرشون میکنه، فقط شکنجهشون میکنه. همین وعده ها رو به بسیجی ها میدید که میبرن دیگه. بعدم دلغک نظام باید بیاد به شکلی کاملا تابلو به موج بریدگی ها اعتراف کنه و بند آب بده. گاهی وقتا به افرادی میگیم شما چرا همچی کردیم، میگه ببین من قبلا آدم خوبی بودم، فلان سیاسی رو دیدم بریدم، فلان آخوند رو دیدم، فلان سفیر رو دیدم، فلان وزیر رو دیدم، فلان شهردار رو دیدم، فلان امام جمعه رو دیدم، فلان حزب الله رو دیدم بریدم. با انقلاب بوده حالا مثلا سنگین شده. حالا سری به دنیای توپ گرد بزنیم و ببینیم اینی که اسم خودش رو گذاشته رئیس فدراسیون فوتبال مملکت رو به چه روزی انداخته. امکانات هم در حد ما همین که هستش ما انجام میدیم و خیلی هم خوبه نسبت به کشورهای دیگه، عراق، افغانستان، سوریه، واقعا الگوی فوتبالی شما این کشوران؟ همینه دیگه.
وقتی فوتبال مملکت دست پاسدارا و آقازاده ها باشه همین میشه. حالا که صحبت آقازاده شد، این چشمه رو هم داشته باشید. پلیس خیابونو بسته تا یکی از این آقازاده های خرپول لنت ترمزش رو چک کنه. سهم پلیس رو خودتون حساب کنید. چرخیدن مازراتی که پلیس راهنمایی رانندگی را هم دچار سرگیجه کرد تا وظیفه اصلیش را فراموش کند. تشکر پلیس راهنمایی رانندگی از خودنمایی مازراتی سوار کاربران شبکه‌های رسانه‌ای را به خنده آورد.